ما در اون وقتم برای والی صاحب بلخ گفته بودم ولی شما میتونین که پرسانش کنین هم در انتخابات 2009 هم در انتخابات 2014 من برایشان گفتم که بیا خودت کاندید بکن. ما اون وقت ما جبهه ملی داشتیم، جهان صاحب دوستم همراه ما بود، آقای محقق همراه ما بود، کل ما خودت پشتیبانی میکنیم گل بر رئیس جمهور میشه. تمام. من نمیفهم که چی گفت والا پشتو یاد ندارم چی این گپا. اون وقتی تصمیم نداشت. در 2014 عین گپا برش گفتم که ما خودت اگر پیش آیی ما همراهت هستیم، اگر نمیشی خیلی قانونی سر پیش کن. یک کسی را که جرأت سیاسی داشته باشه که می حق مردم هم بگیره. درست؟ بازم متوجه نشدن. درست؟ حالا مرا میگن که تو در اون وقت گفتی، خب ما در اون وقت متوجه نشدن. حالا خودشان اعتراف میکرد.